حکایت‌های گلستان سعدی. این داستان بیتار و مرد نادان. ای وای درد چشمم، دارم از درد میمیرم. صبر کن، تو را چه شده که تا این حد آشفته ای؟ درد چشمم قصد جانم کرده و امان نمیدهد. حالا چرا به این سمت میروی؟ مگر خانه طبیب آن طرف نیست؟ پیش بیتار میروم. هفته پیش خرم را پیش او بردم. چشمش به سختی زخم شده بود، ولی او به خوبی تیمارش کرد. عجیب است، ولی صلاح ملک خویش را خسروان دانند. ای وای درد چشمم، دارم از درد میمیرم. حیوان بعدی بیا. ببخشید قربان، حواسم نبود. نکند خر شما دوباره با سگ همسایه دعوایش شده است؟ نه فدای دوا و درمان جادوییت بشوم. کمی از آن کافورت را بیاور که درد چشمانم دارد مرا از پای در میآورد. اما این داروها برای حیوانات است، نه انسان. چشم است دیگر، انسان و حیوان ندارد. مگر از ارسطو نشنیده ای که انسان حیوان ناطق است؟ زودتر دارویی بهم بده تا هزینه کفن و دفنم گردنت نیفتاده است. باشد، هر طور خودت صلاح بدانی. ای وای کور شدم، بیچاره شدم. باز چه شده است؟ بیچاره شدم، چشم چپم دیگر جز سیاهی نمی بیند. کجاست این بیتار نادان که داروی 4 پایان را بر اشرف مخلوقات روا داشته است؟ مگر خودت نبودی که گفتی چشم انسان و حیوان فرقی ندارد؟ حالا من بیچاره از شدت درد حرفی از دهنم در رفت. او چرا حرفای من سیاه بخت را قبول کرد و چشمانم را کور کرد؟ حالا چرا از این طرف می روی؟ مگر خانه بیتار آن طرف نیست؟ دارم پیش حاکم می روم تا حقم را از این شیاد بی سواد بگیرم. پس داستان از این قرار است. بر این بیتار بیچاره هیچ تاوان نیست. تو اگر خر نبودی به جای بیتار پیش طبیب می رفتی. خود کرده را تدبیر نیست. ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر. بوریا باف اگرچه بافند است، نبرندش به کارگاه حریم.